سلام دوستان، امروز اومدیم با بازی GTA V دوبله فارسی. یا این چی میگه؟ این کجا رفت؟ من بیرون استودیو هم. خیلی خوب، از دیوار بپر و ماشینتو محوطه پیدا کن. بعدش چی؟ فقط بازیگرای اصلی و بدلکارا اجازه دارن نزدیک بشن. پس میتونی لباس یکی دیگر رو بپوشی و نقش بازی کنی یا یه کار دیگه کنی. خیلی خوب. وقتی از شر نگهبانای استودیو خلاص شدی به هم زنگ بزن. وقت دوزیه. خب بردیگه بردیگه گوساله آجه به این میگن یه تقلب درسته بی سوار شو زدم شیشه شیکوندم. برو یه ساعت اون شما ماشین روشن کنه. تو رو خدا نگهبان نباش. اوی فرم کن جوالا مادر. نه اوی جوالا چپ اوه چه ماشین باید بردم. حواسه نبا حواسه نبا با بریم ماشین رو بدوستیم. خفش شو. ماشین کجاست؟ مرد ای بابا تو اینا خود گردیم که دارن تلفون دارن. عینک بزن به چشت. خب الان باید ای بر پدر سلامت. بر پدرت سلامت گفت بمانی. عینک بزن به چشت. بلند که خودم دارم شرف کنم. آره برو نظر من نصف میزن تا بهم برم. آشغال عوض علدم. به میگن یه روز خوب. ای بابا نه کبوتر بلم نمی‌کنه. اون دوتا نوشته میکچه. خب یکشون مرده. ای بابا بنازم خودم. خب حالا بیا جلو. بنازم چی نمیتونه با من در بیفته. حساب
اگه ماشین رو گرفتی مثل قبل بیارش تعمیرگاه هیز. آقای وستون تمرین ماراتون داره ولی میتونه بیاد اونجا دیدنت. آره باشه. ماشین رو گرفتم ولی یکم آسیب دید. ما مشکلی نداریم ولی دوستت مایکل دسانتا ممکنه عصبی بشه چون اون استادیوم محل مورد علاقش بود. دیگه کاریه که شده دیگه. ماشین تو چه وضعیه؟ البته زیادم مهم نیست چون میخوایم یه سری تجهیزات جدید روش نصب کنیم. میخنداز و صندلی پرشی هم نیازی به تعمیر دارن. همه چی سر جاشه. مثل وقتی که پیداش کردم. خوبه. ها و یه مورد دیگه. آقای وستن یه آقای مشکوک سیاه پوست دیدن که داره اطراف گاراژ پرسه میزنه. گفتم در جریان باشی. بابا گن سرویس برو عقب دیگه. موزی نره اینجا رادیو فارسی وقت بیا فارسی نمید رادیو فارسی و تو ماشین هایی فارسیه یا فارسی نبود. Eddie's a little upset. Popcorn, man. Popcorn. You got any popcorn records? I think we do have one of those up here. I think we, Dr. Knows. I think we have something. Popcorn records, man. Let's get to that record then. Let's get to that record by request of Eddie. Eddie, man. Let's get into this popcorn joint featuring Freddie Gibbs. Born by. What am I gonna do? Doctor man, what am I saying? We run mode, yeah. In the old, hustle of the kingdom, right? White to right, some of them don't like. Can't bring knife to gunfight. The more them give me the light. Tackle up the kingdom night. Damn keep me good go feed them. Right up, we are use and a go feed them. Boy, them a hype with things where you no feel. Can't war them, warrior, no feature like sample man. I must see no feel. Why gun my gun, them a no feel. Who skin bun like weed with a little blue. Show that in a cell and no adrenaline. Live the whip. رسیدیم رسیدم حالا کجا پارک کنم نمیدونم چی شده. دهنسته داستان به این کجا ای دهنسته در رو وقتی دیواره روز به روز ماشینای بهتری میاری پهلوان. شرکت بیمه از همچین مواردی متنفره. دوست نداره یه گربه هم روش خط بندازه. خب چطور بود؟ حساب خوردن بود. فقط یه مش بازیگر اونجا بود. خیلی بامزه است. میدونی من سهامدار اون استادیوم، پس کاری که کردم یه جورای قانونی بود. آره. دنسی بازی زیر شواری باشه این چرا ببین عجب کاری داری سیاه. ای ول بابا تو اینجا چه غلطی میکنی لامار؟ نه رفیق ترول لطف داد. خیلی زشته بری آدرس رفیق صمیمی تو از یه خودچر زنجیری دیوونه بگیری مگه نه؟ کاملا درسته. دوین وستن، مرد مورد علاقه خانوما. و شما؟ لمار دیویس. اون داشت میرفت. من همچین چیزی نگفتم. بگو ببینم دنبال کار میگردی؟ معلومه هر جا که پول باشه منم اونجا. دقیقا همون آدمی که دنبالش بودم. رفیقتم تو کار آخر با خودت همراه کن. آره سیاه راست میگه. دقیقا همین کارو بکن. حالا که اینطوریه بگو بقیه ماشینا رو همین برات بیاره. پول منم بده تا برم به زندگی کوفتین برسم. دیگه تمومه. نه فکر کنم یه جورایی بده بریم با تفاهم نجس. پیش اومد. اون انگیزه است. تو هم مغز متفکر. بعد میگم ببین میخوام تا وقتی ماشینا از شهر خارج میشن تو رئیس باشی. خیلی خوب هر کاری میکنی بکن. باش، وقتی دارم تموم شد ویدیو خبرم میگیرم کن. پول من ور میداری با خودت میاری. گفت فهمیدی؟ نمیتونم عزیزه. مسیمه اینم از این. بله. بگذاریم بیا اینجا. میخوام به مشاور قانونی معرفیت کنم. هی به من دست نزن داداش. اینجوری اصلا خوشم نمیاد. باشه بیا میخوام یکم نصیحتت کنم.
همون شو. خب همون یه ذخیره بزنین. بزن بریم پارت 2. زبان زدن سریال اسکلز در هم خیلی تن زشته قبل از اینکه یه اسلحه سمت یکی بگیری خودتو معرفی نکنی. این زشتره. چطور اون سلاح مسخرتو پایین بیاری یا منم چاقوی فوق‌العاده خفنم رو پایین بیارم؟ نمیخوام اوضاع وخیم‌تر از این بشه. باشه دیدی؟ حالا اوضاع وخیم‌تر شد. تو بودی؟ واسه این کارا وقت نداریم. چطوره به شرکت بگی از همون جایی که قایم شده بیاد بیرون؟ خیلی خوب. وای ناراحتت کردم. زخمی شدی؟ میفهمم. یه را واسه خروج از این شرایط هست باشه؟ فعلا خداحافظ.